سلام دوستان عزیز، صبحتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان عزیز، امروز هم در رابطه با قیمت دلار بهتون ویدیو میذارم. ساعت 6 صبح. دوستان یه نکته رو بهتون بگم که ویدیوهای کامل رو من در کانال یوتیوب قرار میدم، فقط خلاصه اونا رو با تحلیل همون لحظه دلار بهتون میگم. دیروز صبح تا دیروز بعد ظهر یه 3000 تومن دلار اومد پایین، از 106,000 اومد به 103,000 تومن. بقیه هر زم که همینجور تا بالا شده، یه ذره این ور اون ور. ولی مهمتر از همه اینه که اونس طلای جهانی خیلی رفته بالا دیگه. اگر قصد سرمایه گذاری داشتین که 100% طلای 18 بگیرین با قیمت 8 میلیون تومن و 7 میلیون و 800,000 تومن. اگر این اتفاق بیفته در آینده، حتما اینو میتونین سرمایه‌تون رو بگیرید دیگه. اینکه دوستانی که پول اجاره خونه‌شون رو گرفته گذاشته دست اولادار، اونا فکر نکنن که ضرر نمیکنه. اینو بدونه که اونا هم همین الان هم با قیمتی که دلار رفته بالا روی 800 میلیون تومن، حدوداً 10,000 افغانی در ضرره. اگرم پایین نیاد که نمیاد، حالا خیلی هم پایین بیاد میشه 100,000 تومن دیگه. مراقب سرمایه هاتون باشید. من فقط راه نشون میدم چیزی رو که میدونم. دوستانی عزیزم، دلار یک سقف جدید زده که 106,000 خورده ایه دیگه. در آینده هم احتمال داره که افزایش پیدا بکنه به جای اینکه کاهش قیمت داشته باشیم، چون روند ما به طور کلی صعودیه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. روز خوبی داشته باشید.